با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از هلند یا از گلند. سلسله برنامه ما از شهر هلند ادامه دارد دوستان عزیز. من فعلا قرار دارم در یکی از شهرهای خوب و زیبا و دیدنی این دولت، شهر زوله، که من فعلا قرار دارم در محوطه یا در چی میگن مرکز شهر. و چون چی میبینید در چهار طرف ما ساختمان‌های شهر آماده افروختن و شما ما رو همراهی کنید. میرین نصیب باشه دوستان طرف‌های تمام کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر همه رو به نمار بگیریم برای شما. دوستان عزیز، لطفاً ما به کانال ما سر بزنید، به کانال ما ابونه کنید و دوستان خود بفرستید. زنگ روی دائمی رو برای همیشگی فعال بذارید تا که بیننده دیگه برنامه‌های جالب و رنگین ما داریم. دیگه باقی شما رو وقت زیادی شما رو نمیگیرم. ما رو بخیر با کمانان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار. خداحافظ. دوستان عزیز، در اینجا کدام کلیسای هست که ساختمانش رفته شده است و او طرف هم دیگر کلیسا و این طرف هم چندین رستوران ها و جاهای غذا خوردن یا که نان خوردن و این طرف هم دیگر کوچه های شهری زوله. چنانچه گفتیم دوستان عزیز، شهر زوله یکی از شهرهای توریستی هلند به شمار می رود، چون اینجا خیلی هم توریست و گردشگر من زیاد میبینم با زبانهای مختلف گپ میزنن. خب میریم دیگه طرفا و در اینجا یکی از رستوران‌های خوبی سوریگی هست. ما نصیب باشه میریم وقتی نانم شده است نگانچ بخوریم که رد چشیدیم اگرش نگیره. دیگه با ما باشه دوستان عزیز، برنامه‌های ما ادامه دارن. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از هلند یا از گلندیا. دوستان عزیز، من 3 روز میشه که در دولت هلند قرار دارم و چندین جاها و شهرهای دیدنی رو دیدن کردم. ان نصیب باشه روزهای نزدیک تمام این نوارها بهر شما پیشکش می‌کنم. من فعلا قرار دارم در یکی از رستوران‌های سیری یا سوریگی که در اینجا مثلا ما غذاهای سیرگی فرمایش دادیم و چند رقابتش جا می‌کنیم. دوستان عزیز، سفرهای ما در ناحیه‌ها و شهرهای هلند ادامه دارد. چنانچه می‌بینید دوستان عزیز، ما فعلا در داخل ماشین قرار دارم و سفر این نوبتی ما را از طریق ماشین صورت گرفت و تمام جاها را ما چی میگن از طریق ماشین رفتیم، سفر کردیم و دیدن کردیم. سینما بود چی بود اونجا جان؟ صورت‌های دهشتناک کشیدگی. خب بیام دیگه کوچه‌های شهری زوله. هر کوچه‌اش که میره همین دریا هست. هر کوچه‌اش که میره و دریا و کشتی‌ها سر میخوری. چون گفتم هلند یکی از کشورهایی است که همیشه دریا داره و نمیفهمم آب‌های زیاد داره که شهرها رو احاطه کردن. این چهارهای بریم ما اون طرف. خیلی ساختمان‌های زیبا و دلربا و دلچسب. ببینید دوستان عزیز، هم دیگه کوچه ها و خیابان های شهر زوله. عجب شهر تازه شده. ساختمانی پارکینگ ببینید، خیلی پارکینگ زیبا هم هست. خب ما بریم طرفی دیگر کوچه. با ما باشه دوستان.
دیگه سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم. نمیدونم از آلمان بودم یا از هلند بودم، چون در مرزی در مابین دو مرزی کشورها قرار دارم. خلاص گپ خواستم یک سبب برای شما شریک بسازم یا مثلا به خاطر رشد سیاحی در تاجیکستان عزیز همیشه پیشنهاد کنم. ما در شاهراه قرار دارم و یک جا من کردم برای چند دقیقه بودم دم بگیریم، یک استراحت یا پیکنیک کنیم و درس با رفتن بگیریم. و اون به خاطر مسافرها، به خاطر نمیفهم مشتری‌ها، نمیفهم به خاطر توریست‌ها، سیاح‌ها همچین چیز در کار در تاجیکستان برای در لب راه ساز کردن توقفگاه و جاهای پیکنیک برای مردم خیلی ضرور و دیدنی هم است. چی هم است؟ ضرور هم است. و دوستان برای هر یک مسافر، نمی‌فهم مهاجر، چی میگن توریست، همچنین یک جای مناسب خیلی چی است؟ ضرور است. به خاطر هم یک توالت مناسب، هم یک جای طهارت مناسب، یک جای نمی‌فهم نشستی پیکنیک کردن یا غذا خوردن و دیگر. با اون خاطر این بود یکی از چی میگن ویدیوهای کوتاه ما در این سم و نصیب باشه منتظر باشیم ویدیوهای جالب دیدنی ما از این شهرها یا این دولت‌ها در روزهای نزدیک در کانال ما به نشر میرسد. دیگه منتظر برنامه باشه. خدا نگهدار. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره یکی از شهرهای زیبا و دیدنی هلند، شهر زوله. هر فکر درخواست پیشنهادی که دارید دوستان زیر ویدیو با ما شریک بسازید و حتما ما آنها را میخوانیم و جواب میدیم. و دیگه باقی شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه‌های بعدی. منتظر برنامه‌های دیگری ما باشه. خدا نگهدار. بدرود.